خواهش میکنم برای نجات جون پدر و مادر و خواهر و برادرت و لمس نشدنشون تا آخر عمر این ترفند کوچولو رو از من یاد بگیر. درست فهمید. سکته مغزی علامتش رو تو کپشن برات نوشتم. فرض کن که حالا سکته مغزی اتفاق افتاده و این همه زمان هم گذشته، پس چی کار باید بکنی؟ اول اصلا تکونش ندید چون مویرگاش پاره میشه. دوم سریع یه دونه سوزن خیاطی بگیر یا سرنگ، اگه تو یخچال دارید نوک انگشتاش هر 10 تا انگشتش رو سوراخ کن تا 2 تا قطره خون از هر کدوم از انگشتاش خارج بشه. با این کار تو 90% جونش رو نجات دادی، چون دیگه نه خون توی مغزش لخته میشه و نه مویرگاش پاره میشه. حالا اگه دیدی دهنش کج شده چیکار باید بکنی؟ سریع گوشش رو میگیری میکشی، اینقدر میکشی تا قرمز بشه و پر از خون بشه. حالا که پر از خون شد 2 تا خط هم رو لاله گوشش میندازی که از اونجا هم دقیقاً 2 تا قطره خون بیاد. میبینی که خیلی زود دهنش صاف میشه. ارزششو داشت که این ترفند رو بلد بشی. پس همین الان فالوم کن، لایک و بکوب که هم خستگی منم در بره. این ویدیو رو با خانواده و دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم از این اطلاعات استفاده کنن. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید، نظر بدید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید.